هفته‌ای که تو ترکیه گذشت پر از اخبار جالب و برگریزون بود، اما دو تا از خبرها از همه‌شون عجیب تره. من که خودم خیلی شوکه شدم، مطمئنم برای شما هم عجیب خواهد بود. با اخبار ویژه سلبریتی ترکیه مثل همیشه با سلبی سودا همراه باشید. اخبار جذاب و در هم بر همی داریم از ترکیه تو هفته‌ای که گذشت. از دعوا تیک انداختن‌ها بگیری تا معرفی سریال جدید کانال دی ترکیه که انگاری حرف واسه گفتن داره. ولی جنجالی ترین خبر رو آخر از همه گفتم، پس تا انتها با من همراه باشید. بریم بشنویم. موضوع جذاب برای مخاطبین کانال دی که تا به الان معمولاً کانالی بوده که سریال‌هاش موفق بودن و مخاطب زیادی جذب کرده، مثل سریال‌های عشق ممنوع، عشق سیاه و سفید، دختران آفتاب و غیره. حالا این کانال به زودی که تاریخش معلوم نیست با یه سریال جدید داره میاد به اسم اشرف رویا، با حضور درخشان دو تا از محبوب ترین بازیگران ترکیه، یعنی دمت özdemir و چağatay ulusoy. از فراگمان این سریال که همین الان داریم مشاهدهش میکنی چنین به نظر میاد که سریال خوبی بشه و اگر ریتینگ یاری بکنه احتمال خیلی زیاد این سریال میگیره، چون دو نقش اصلی سریال بازیگرهایی هستن که معمولا پروژه هاشون موفقیت آمیز بوده، خصوصا چağatay ulusoy. جالبه که گفته شده دمت و چağatay برای این پروژه دستمزد نجومی دریافت میکنن. مبلغ 1.5 میلیون لیر برای هر اپیزود این سریال دستمزد دمت و 3.5 میلیون لیر دستمزد چağatay هست و البته دمت با دریافت این دستمزد رکورد بیشترین دستمزد بازیگر زن ترکیه که متعلق به سرنای بود رو شکست. شما فکر میکنین چطور سریالی به نظر میاد؟ موفق میشه یا مثل چشتران امارت فقط آغاز خوبی داره و بعدش افول میکنه؟ حالا که بحث سریال ها مطرح شده، یه آپدیتی هم در مورد سریال خانواده شاکر پاشا بدم برای عزیزانی که مخاطب این سریال هستن. گویا دادستانی ترکیه دستور تعلیق سریال رو به مدت 3 هفته نهایی کرده و سریال از خطر توقف کامل جسته. طبق گفته رسانه‌ها مذاکرات تیم سازنده سریال و طرف دیگر دعوا که نوادگان شاکر پاشا هستن تقریبا نتیجه داده و باید ببینیم که تغییراتی هم تو اصل داستان ایجاد میشه یا نه. یه آپدیت دیگه همین که 2 بازیگر جدید به احتمال زیاد قراره به کادر سریال شاکر پاشا اضافه بشن. اون 2 نفر ادا اجه و هازال کایا هستن. ولی خب جالبه که مخاطبین این سریال اصلاً از این تصمیم خوشنود نیستن و میگن بازیگری این 2 نفر اصلاً و ابداً در حد این سریال نیست. موضوع جذاب و البته جنجالی بعدی در هفته‌ای که گذشت مربوط به درگیری لفظی بین 2 تا خواننده مطرح ترکیه است. این 2 نفر البته مدت هاست که با هم مشکل دارن و جالبه که مشخص نیست این عداوتشون از کجا نشأت میگیره، ولی این بار چیزی فراتر از تیکه انداختن‌های معمولی بوده. شاید حد زده باشیم، بله، دمت اکالن و حادثه. این 2 هنرمند یه دعوای لفظی البته مجازی با هم داشتن و داستانش هم اینه که موزیک ویدیوی جدید حادثه که منتشر شد خیلی مورد پسند واقع شده و به شدت ازش استقبال کردن. حالا این وسط تعدادی از طرفداران حادثه رفتن تو پیج دمت نوشتن که یه خورده از حادثه یاد بگیر، جای کلیپ ساختن با هوش مصنوعی از خودت مایه بذار و فلان و بیسار. دمت اکالن رو هم میشناسین، امکان نداره بی پاسخ بذاره چیزی رو و کلاً گویا از کلکل کردنهای بیشمار خوشش میاد. خلاصه دمت هم جواب درشتی رو روانه طرفداران حادثه کرده، جوری که حادثه رو تحقیر بکنه. دمت نوشته من از این کلیپ بهتر و قشنگترش رو قبلا ساختم و هر موقع هم بخوام میتونم به سبک و زیبایی قبلم کلیپ بسازم. اینها باید دنبال من بیان. یه جوری ازش تعریف میکنین انگار 30 تا آهنگ معروف داره. این از دمت، ولی این جنگ اینجا به پایان نرسیده. حادثه هم به سبک و سیاق خودش بدون اینکه اسمی از دمت ببره دیسلایکی رو سمت دمت روانه کرد. حادثه روی استیج قبل از شروع به خوندن به طرفدارانش گفت امروز با این کنسرت به اونایی که تیکه میندازن جواب میدیم، به اونهایی که تاب تحمل شما رو به عنوان طرفدار ندارن و اونهایی که با بردن اسم من میخوان دیده بشن جواب سختی میدیم.
خبر بعدی هفته پیش در مورد ابرو یاشار بی‌حاشیه است. ابرو یاشار سال پیش با آهنگ فوق‌العاده زیبایی که فیت با سیام خواننده ترک زبان ایرانی بود، قشنگی و اصالت صداش رو دوباره به همه یادآوری کرد. یاشار با شروع ماه رمضان اعلام کرد که مثل روال سالهای گذشتم به احترام ماه رمضان کنسرتی نخواهم داشت و روی هیچ استیجی نمیرم. و اما یه خبر واقعا عجیب این که یکی از نشریه‌های معتبر ترکیه به اسم تاکویم ادعا کرده افرا ساراچوغلو که جدا شدنش از مرت رمضان دمیر قطعی شده، الان به صورت پنهانی با همسر سابق شیما سوباشی در رابطه است. و همونطور که میدونی خود شیما همسر سابق آجون اولوجالی سرمایه‌دار و برنامه‌ساز معروف ترکی هست. همسر سابق شیما محمد یکی از تاجران ثروتمند مصره. البته این خبر هنوز قطعی نیست و شواهد بیشتری باید واسش وجود داشته باشه، ولی جالبه که تو خیلی از رسانه‌های ترکیه و البته برنامه‌های سلبریتی محور در موردش زمزمه‌های زیادی هست. خب این هم از ویدیوی امشبمون. امیدوارم که لذت برده باشید و خبرها براتون جالب بوده باشه. حتما نظراتتون رو مثل همیشه برامون بنویسید که خیلی واسمون ارزشمنده. متشکرم که مثل همیشه همراه هستید. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. متشکرم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Yoksun bu kalbi yaksam sönmez kor gibi zalim. Yeterdi bir kafamın içi alev 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 beni durdur. Dönüşü olmayan bir yol buldun. Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Bir yıldız gökte kayıp giderken Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Derman yok dizlerimde, ben de özledim ben de resmin var şu an elimde. ıslak bir yolda yalnız yürürken bambaşka